الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. مسلمانان محترم، یکی از وسایل مهمی که امروز ما و شما در 24 ساعت از او استفاده میکنیم موبایل است، و موضوع خطبه امروز ما درباره منافع و ضررهایی است که در موبایل می باشه و درباره چیزهایی که در موبایل، در استفاده از موبایل مباح می باشه و اموری که این سبب ضرر میشه. چنانچه علامه الرازی نوشته میکنه و میگه که ان الاصل فی المنافع الاباحه، اصل در منافع که هست، در منفعت ها که است، اباحت است. و فی المضار الحرمه، و در چیزهایی که ضرر هست در حرمت است. به این حساب لازم است که ما و شما وقتی هر وسیله از وسایل استفاده میکنیم احکام شرعی از را بفهمیم، تا ای که از مباح استفاده بکنیم و از حرام و ناروا و ناجائز ما خود نگاه بکنیم. اول منافع موبایل چی هست؟ وقتی یک انسان مسلمان یک وسیله را استفاده میکنه با اساس درک و فهم از او استفاده میکنه. الله متعال میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، در چیزی که علم نداری دنبال روی نکو. ان السمع والبصر والفؤاد، چشم انسان، حس سامعی انسان، گوش انسان، والبصر حس باصری انسان، چشم انسان، والفؤاد و قلب انسان و فکر انسان، ای تمامشان پیش الله چی دارن؟ مسئولیت دارن. پس انسان باید به اساس درک و فهم شریعت الهی حتی از یک وسیله عادی هم باید استفاده مثبت بکنه. منافع موبایلی هست که یکی از منافع موبایل منفعت مالی هست. وقتی یک انسان از موبایل استفاده میکنه از مصارف زیاده که مثلا یک دوست خدا کار داره، پیش از او تا وقتی که میره و میرسه شاید 400-500 روپیه تیل و تاکسی و گپا استفاده بکنه. پس منفعت مالیشی است که امون مشکل خدا میتونه به 10 روپیه 12 روپیه امور مشکل خدا حل بکنه. دو منفعت جلوگیری از وقت است. اگر یک کسی از موبایل استفاده مثبت میکنه وقت از ضایع نمیشه. ما یک کسی را کار داریم به خاطر ضرورت مجبور پیش از او بریم، وقت از او هم ضایع شود، وقت ما هم ضایع شود، در رفت آمد زیاد وقت ضایع شود. ولی انسان میتونه که از موبایل استفاده کرده و وقت خدا، اما ارزش وقت خدا بفهمه و از ضیاع وقت جلوگیری بکنه. منفعت دیگهش یعنی از رفت آمد جنجالی انسان نجات پیدا میکنه. چهارمی منفعتشی است که
از موبایل انسان میتونه به دعوت الله، هر انسان مسلمان مکلفیت داره که امر بالمعروف بکنه و نهی عن المنکر بکنه. و امروز انسان میتونه از این وسیله خود بسیار خوب وسیله برای دعوت دیگران داشته باشه، به خاطر از اینکه بسیار وقت یک شخص غافل می باشه و انسان مسلمان میگه کیس فطن، انسان مسلمان بسیار زیرک می باشه و بسیار از وسایل به خاطر منفعت دین خود استفاده میکنه. یک روز یک پدر بر ما گفت که من برای بچه خود 10 مرتبه 20 مرتبه هر روز برش میگفتم که او بچه نماز بخوان نمیخوان. بالاخره من خسته شدم، زیاد خسته شدم و گفتم دیگه این قابل اصلاح نیست دیگه، زیاد به تکلیف شدم لکن قبول نکرد. اما دیگه روز دیدم که خود جای نماز اوار کرده و نماز میخوانه. میگه من برش گفتم که او بچه، حتی یک ذره کلمات زشت میگه برش استعمال کردم که 20 مرتبه من تو را گفتم نماز بخوان نخواندی، حالا که من دلم سیاه شد از پیش تو جای نماز اوار کردی نماز میخوانی. او میگه بچه‌م برای من گفت که یک جوان، شما جوانا فکرتان باشه در ساحه دعوت اسلامی نقشتان بسیار اساسی و مهم است. یک جوان برای من یک مسیجی که روان کرد، اون مسیجی از موبایل در عقل ما و در فکر ما و در مغز ما بسیار تاثیر کرد و من منفعت نماز فهمیدم و توبه کردم و گفتم یا الله ما بعد از این چی میکنم؟ نماز خدا ترک نمیکنم. پس انسان میتونه که از موبایل یک وسیله دعوتی بسیار خوبی داشته باشه و بر دیگران حق برسانه. حتی امروز مثلا کافرها هستن، بیدینا هستن. یک کافر، یک نصرانی، او چی میگفت؟ او میگفت که من افتخار میکنم که بایبل در 130-140 مملکت از طریق امواج تلویزیون، رادیو و از طریق این وسایل اطلاعات جمعی امی بایبل به خانه مردم، امو کتاب تحریف شده تورات انجیل به اونا میرسانم. این حال میتونه انسان مسلمان از این وسیله استفاده کنه و در دعوت الله استفاده بسیار خوب بکنه. مثل که امیال ما و شما میبینیم الله حاجی صاحبه و دیگه دوستا را اجر نصیب بکنه که حتی بسیاری وقتا خطبه ها را و درس ها را لایف نشر میکنن و بر ما اول میرسه که بسیاری از دوستا امی خطبه را در بسیاری جاهای دنیا از استفاده میکنن. این حال اگر ما و شما از استفاده مثبت بکنیم در جمله دعوتگرای خوب میشیم و به بسیار سادگی و آسانی. پنجمین منفعتش است که از موبایل میشه که انسان به حل مشکلات مردم و حل امو سختی هایی که مردم دارن، یک کسی زنگ میزنه برای یک کسی که عالم است و فهمیده هست، حداقل میتونه که اگر کس معلومات داره بسیاری از مشکلات مردم از این طریق حل بکنه. ششم، کمک کردن از بسیاری وقتا به مریضا، به ضرورتمندای عاجل. انسان میتونه از طریق موبایل همو درد از او و مشکل از او و رنج از او بر دیگران برسانه. حتی بسیاری وقتا یک کسی به خون نیاز می داشته باشه، به تداوی نیاز می داشته باشه و بسیاری از مسلمان ها هستن که از این وسیله برای همین خدمت کردن برای مردم استفاده میکنن. این منفعت ها چه وقت به دست میآید؟ وقتی به دست میآید که آداب شرعی استعمال موبایل ما بفهمیم. آداب شرعی استعمال موبایل است. خب لازم است آل سر از این آداب که توقف بکنیم و این آداب بفهمیم. اولین ادب استعمال موبایل وقتی که علما هستن و علما ورثه الانبیا هستن، علمایی که ورثه الانبیا هستن اینا تحقیق میکنن و بالاخره همون وسیله جدیدی که نو پیدا میشه برای احکام شریعت اسلامی را بیان میکنن. چرا شریعت ما و شما قرآن و سنت هیچ چیزی را الله متعال امی قسم نگذاشته، بنابراین هر وسیله که خارج میشه تحت قواعد عامه شریعت الهی داخل میشه. اولین ادب استعمال موبایل چی است؟ مراعات اقتصاد در مصرف موبایل است. یعنی انسان مسلمان، انسان دیندار این میفهمه که الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، شما در روز قیامت از نعمتهای الله پرسیده میشین. یکی از نعمتهای الله چی هسته؟ مال انسان است که در این انسان چی داره. پس انسان مسلمان کوشش میکنه که در مصرف موبایل از گپ زدن زیاد، از سخنای بیهوده، از الفاظ اضافی، از مصرف اضافی، از این گپا چیز نکنه. چرا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر احیانا در چی میه؟ در این میه که یک پولی که الله متعال مثلا بر ما و شما داده از این نعمت مثلا مصرف بیجا و اضافه شود.
بناهن اگر یک کسی در قسمت گپ زدن خود ولو که امکانات پولی زیاد داره در این اقتصاد مراعات میکنه و زیاد مصرف به جای نمیکنه، این یکی از آداب اساسی اسلام است. الله متعال میگه کلوا بخورین واشربوا و بنوشین ولا تسرفوا، اسراف نکنین یعنی زیاده روی حتی در حلال نکنین. اگر در سر دسترخوانت 1 کیلو گوشت کفایت میکنه، اگر 2 کیلو میبری در این صورت اینجا اسراف است. انه لا يحب المسرفین، الله متعال کسایی که زیاده روی میکنن در حلال حتی این را دوست ندارن. یعنی اکل حلال است، شرب حلال است، اما در اینمی هم باید انسان اسراف نکنه. یعنی وقتی ما و شما تا وضو وقتی که میکنیم بعضی دوستا را سعی کنیم که این علامت واز مانده و هم قرار صاحب مس سر میکنه و سرم 2 ساعت لوامت رفته میره، باز خوب دیگه انگشتای خود به ترتیب میگیره و مس سر میکنه، باش کدام تار و مویم از مسح نمانه. لکن چی است؟ در حالی که الله متعال میگه که تو اسراف کردی الله تو را دوست نداره، نلقایم کو. حتی ما بسیاری وقتا که دوستا میگم، من میگم برادر والا من خودم بسیاری جایی که برم اگر رفتاوا باشه در نل وضو نمیکنم. چرا؟ وضو کردن در نل خودش اسراف، سبب اسراف میشه. چون هفتاوا رو بیه که یک هفتاوا کفایت است که وضو بکنی، اما اگر خودت امی آبی رو جمع بکنی راه رو بند بکنی 10 هفتاوا یک وضوی تو شده. الله متعال میگه بخورین و بنوشین حتی در حلال اسراف نکنین. انه یقین داشته باشین مسلمانا که الله متعال لا يحب المسرفین. اسراف در گپ زدن بی جای میشه، اسراف مثلا در پول مصرف اضافه‌ای که میشه، در کلیزی در خوردن میشه، در نوشیدن میشه، در پول میشه، در سخن گفتن میشه. انسان نباید اسراف زیاده روی بکنه. و الله متعال در آیت دیگه قرآن میگه که ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، کسانی که در چیزهایی که ناروا هست مصرف میکنن بازی چی هستن؟ اینا برادرای شیطان هستن. و کان الشیطان لربه کفورا، بفهمین که شیطان بر پروردگار خود چی بود؟ ناسپاس بود. و صفت مسلمانای حقیقی را چه قسم الله بیان میکنه؟ میگه والذین اذا انفقوا، مسلمانای واقعی چی صفت دارن؟ وقتی که مصرف میکنن لم یسرفوا ولم یقتروا، نه بسیار چی میکنن؟ اضافه خرچی میکنن، نه بسیار دست خود محکم میگیرن یعنی بخیلی میکنن. و کان بین ذلک قواما، و در بین اردوی ازی معتدل میباشه، میانه روی را اختیار میکنن. دومی ادب از آداب موبایل چی است؟ مراعات آداب سخن است. پس وقتی که ما و شما اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، وقتی که 2 نفر با هم ملاقات میکنن به طرف راست و به طرف چپ نشسته هست، هر دوی از اینا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی را نمیگه مگر این چی هست؟ بالای سر از یک مراقب هست. یک مراقب الله هست، مراقب دیگه کی هست؟ ملائکه هستن که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صحابی وقتی که در مورد زبان از پیشش پرسان کرد، برشان گفت که آیا اتنیست بسیاری مردم ها به خاطر زبان خود در روز قیامت در چی میرن؟ در روی خودمت بر روی افتادگی به طرف دوزخ کشانده میشه. چرا؟ الفاظ بیهوده، گپای بیهوده، مزاحهای بیهوده، ضیاع وقت خود و ضیاع وقت دیگرها که هستن اکثرا این از طریق موبایل بسیار زیاد میشه. سومی ادب موبایل چی هست؟ جلوگیری از ضیاع وقت و سخن گفتن به اندازه ضرورت. اینال وقت خود انسان بسیار ارزش داره. شما ببینید در قرآن عظیم شان در چندین آیت الله متعال به وقت قسمیات میکنه. والعصر وقت است، والضحا وقت است، والفجر وقت است، ولیال عشر وقت است. چرا اینقدر زیاد؟ حکمت چی هست که خالق متعال در قرآن عظیم شان زیاد سوگند یاد میکنه به وقت؟ به خاطر ازی که ارزش وقت برای ما و شما معرفی میکنه که انسان مسلمان یک لحظه وقت خود هم بسیار با ارزش و قیمتی فکر میکنه و هیچ وقت خود و وقت دیگرها را ضیاع نمیکنه. در حالی که ما بچه‌ش میبینیم بسیاری دوستا هستن وقتی که زنگ میزنه در نیم ساعت گپ ازی خلاص نمیشه. یک سلام علیکی ازی که است، یک سلام علیکی ازی در یک جای
در جای امی خاصیت مردم گفته می رفتن، مثلا می گفت که ژاپنی ها چه قسم خاصیت دارن، می ژاپنی ها یک خاصیت این قسم دارن، هندی ها چه قسم خاصیت داره، این قسم خاصیت دارن، عرب ها چه قسم خاصیت دارن. عرب ها با دست چپ اگه چیزی برشان بتی خفه میشن، خوش ندارن، عادتشان است، اگرچه خود سنت رسول الله صلی الله علیه و است که انسان با دست بگیره، ولی به عادت تبدیل شده. گفت افغان ها چی عادت داره؟ گفت افغان ها که اصلا یک گریتنگشان، سلام علیکیشان و جورپرسانیشان نیم ساعت است. چطور هستی و دیگه چطور هستی و دیگه باویت چطور است، دیگه فلان چطور است. اینمی چقدر جنجال و اضافگی امی یک چیز. از این خاطر انسان مسلمان باید از ضیاع وقت خود و ضیاع وقت دیگرا که وقتی زیاد مردم با ارزش است و باز ببینی وقتی براشون تلفن بند میکنی، برش میگی برادر بس است دیگه، همه قدر گپ تا گفتی، میگه نه والا صاحب شما تکبر میکنین، شما غرور دارین، شما فلان ندارین. خب حال وقتی که تو مثلا نیم ساعت وقتی یک کس را ضایع میکنی و خودت قرار بیکار شیشی در سر یک جا پای سر پای دور دادی، یا یک مؤسسه خارجی برای تلفن تا مفت ساخته، یا مثلا یک چند روپیه انداختی، بیکار هستی، پیسې تا پورا میکنی، این سر ما پورا کرده میری. از این خاطر انسان مسلمان یک ادب می هست که وقت کس را اول وقت خود، دوم وقت دیگران را مراعات بکنه. چرا؟ به خاطر ازی که در حدیث شریف است، حدیث امام ترمذی در 2417 حدیث 2417 روایت میکنه و میگه که حدیث حسن صحیح است و شیخ ناصرالدین البانی هم میگه حدیث صحیح است، در صحیح ترغیب و ترهیب شماره 126. چی میگه؟ عن ابی برزة الاسلمی رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، یعنی قدم های انسان مؤمن در روز قیامت از میدان حشر برداشته نمیشه. چی معنی است که انسان ها در میدان حشر می باشند و بالاخره باز بر از اونها اجازه داده میشه که به طرف جنت حرکت بکنن و میدان حشر در یک طرف است، جنت در دیگه طرف است. در بین میدان حشر و در بین جنت که از دوزخ است و بالای دوزخ پل زده میشه که ایرا صراط میگن. از این خاطر الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه تا زمانی این شخص در این میدان حشر، در این میدانی که آفتاب بندازی یک مایل به فرق انسان نزدیک میباشه، وضعیت بسیار خراب میباشه، میگه تا او وقت این قدم خود از میدان حشر برداشته نمیتونه که حرکت بکنه به طرف صراط، حتی یسأل عن اربعین، تا که 4 سوال کرده نشه و جواب 4 سوال باید برای الله بتی و در روز قیامت در محاسبه بتی. این چی هست؟ عن عمره فیما افناه، اینمی مربوط به وقتش میشه، از عمرش که ایره در چی کردی، در چی تو فانی ساختی. والا صاحب من روز 40 دقیقه، روز 60 دقیقه، روز 2 ساعت، روز 3 ساعت در موبایل گپای چتیات و بیهوده و وقت زیاده تمام روز سل کنی، میدید سکش موبایل سمت تنبور تمام روز زده میره. بسیاری کسا را سکنید در مجلس قرآن، حتی در پیش بیت الله شریف، حتی در نزدیک حجر الاسود، حتی در ساحات عبادت، حتی در مسجد که ببینی این تمام روز چی است. این حال الله متعال میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ما ینطق عن الهوى، رسول الله صلی الله علیه و از هوای خود گپ نمیزنه، این هو الا وحی یوحى. عن عمره فیما افناه، امی عمرت در چی تو فانی کردی. و عن علمه ما فعل بفیه، از علمت. امروز نماز جمعه آمده بودی؟ بله آمده بودم. خطیب صاحب نماز جمعه برای تو در جمعه چی گفت؟ و در جمعه خطیب برای تو چی گفت؟ امی که در خطبه برای شما یک استاد یا یک خطیب یا یک کسی من حیث مزدور برای شما استاد میشه و در مقابل شما مثلا چندین ساعت خودم یک خطبه را آمادگی میگیره و او رو میاره برای شما، میگن شما عالم شدین. باز نگوین که من جاهل هستم، ما والا نمیفهمم. وقتی که این موضوع را حکمش فهمیدی تو عالم شدی. پس الله متعال میگه ازمی خطبه‌ای که تو استفاده کردی، ازمی علمی که تو داشتی، به چی عمل کردی؟ باید جواب برای الله بتی. و عن ماله من این اکتسبه و فی من انفقه، از مالش پرسان میشه که این مالت از کجا کردی و باز چی مصرف کردی. والا تمام روز که بیکار میشدم، بسیاری کسا را سیل کنی که میوه در خانه نمیخوره، اگه بارش خانمش بگه که یک چارک سیب بیار که تزو جنجال و غال مغاله میپرته، در حالی که نفقه خانمش بالایش فرض است.
اگه برش میگه 1 کیلو گوشت بیار، وقت زدن و کندن و جنجال است. اما در موبایلش سعی کنی 500 انداخته میره. این حال او پیسه حلالی که باید برای نفقه فامیلش شود. و بسیار مردمای غریب و فقیر هستن. یک فقیر می صدا میکنه همین مسجد که همین هر دفعه که ما آمدیم قاری صاحب یایش گفتن که استاد بگوین برای این مردم که ببین مسجد شما چیز کنین. اگر این مردم همین پیسه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه مصرف موبایلتان اگر این مدرسه شما مصرف میکردین، باور بکنین این مسجد جور میشد، لکن مدرسه جور میشد. لکن بسیاری کسا را ببینی در موبایل اما فقط دلار انداخته میره و پیسه است و 500 قاقا برش میته. اما اگر یک فقیر بیای برش بگه 10 افغانی بده، کمرش میشکنه و باز میگه من بسیار خوب مسلمان هستم. الله متعال در روز قیامت از پیشش پرسان میکنه که عن ماله من این اکتسبه، این مال تو از چی کسب کردی؟ حلال بود، حرام بود، رای درست بود و مشهور بود؟ و فیم انفقه، ده چی چیزی را مصرف کردی؟ آیا الله بر ما تو اجازه داده که به خاطر یک موبایل ماهانه 500 یا 1000 یا 2000 مصرف کرده بریم؟ اما اگر یک کس خواسته باشه میتونه به بسیار پول کم اما ماه خود تیر بکنه. خب و عن جسمه فيما ابلاه، در مورد جسمش که امی جسمت تو ده چی مصرف کردی؟ والا من دست اینقدر قوی شده که بخیم بازوی من قوی شده. چرا؟ امی موبایل دیگه خط زده رفتیم. یک نفر آمده بود یک جای نو داماد شده بود، او را پرسان کردیم گفتیم خورت چنگه تاس نوی زوم وای والا نور نپوی خدا قضا تیمک تنبور گرفته و راز اندس لاس کی اوشید تنبور وهی اندس تنبورک پلاس کیده تنبور چی ده چی شده نپوی نور. او بیچاره خم موبایل نمیفهمید گفت انقدر تنبور ده شده لکم زین چی راوړم دا کارونه ګرځاو ورس کی. پنجمی ادب از آداب موبایل چی است؟ احتیاط در حرج قرار دادن جانب مقابل. بسیاری وقتا یک کسی زنگ میزنه در حرج انسان قرار میده. مرا شناختی؟ نشناختی؟ خوب دقیق فکر بکن. 1 ساعت از پیش تحقیق میکنه. از این خاطر جاء فی الصحیحین، در حدیث در صحیحین صحیح البخاری و صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما، جابر بن عبد الله رضی الله عنهما میگه قال اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیش نبی صلی الله علیه و سلم آمدم فدعوت، ما طلب کردم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم من هذا، میگه رسول الله گفت کیست؟ فقلت انا. در پشت دروازه البته رسول الله صلی خواسته این برش گفته کیست؟ وقتی در پشت دروازه کس نمیباشه پرسان میگه کیست در پشت دروازه؟ من هستم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج و هو یقول انا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از امی انا گفتن از این خفه شد. خب بگو نامت، مثلا فلانی هستم، نام فلانی است، من فلانی شما رو کار دارم. اما یکی میگه انا من چی بفهم که انا تو کی هستی؟ مستم. از این خاطر این یک بی‌ادبی هست در پشت دروازه و این بی‌ادبی هست عیناً در موبایل. بسیاری کسا شناختی؟ چرا نشناختی؟ نمبر مرا ثبت نکردی؟ بخیالم بد نظر تو نیست. او برادر موبایل که یک موبایل کونی خدا زده است که این از 100 نفر 80 نفر زیاد ثبت نمیکنه. حالا من چقدر نفر ثبت کرده برم که نام تو را بگیرم، نام ازورم و بازی کارا را میکنی. از این خاطر اینمی بی‌ادبی بسیار کلان است که مردم در تلفن در حرج قرار میده. ششمی چی است؟ مراعات وضعیت جانب مقابل و التماس عذر بر از او. برای یک کسی زنگ میزنی، یک کسی در تشناب است، یک کسی در یک مجلس است، یک کسی مریض است، یک کسی در علاقه درس است، یک کسی در سر خطبه هست، یک کسی در وقت نماز خواندن است. یک مرتبه وقتی که زنگ زدی زیاد دیگه او رو برش جنجال زیاد پیش نکن و اگر برات جواب نگفت عذرش بپذیر، برش یک عذر پیدا بکو که حتما بیچاره کدام مشکل داشته یا فلانی داشته. این اصلا باز یک دفعه تلفنش جواب که نگفتی در سر نماز زنگ میزنه، باز میگه گل کرد، باز زنگ میزنه، باز گل میکنه. او برادر خب بفهم که وقت نماز است. نیست من از فلانی ولایت گپ میزنم، خاص فلانی ولایت هم اگه گپ میزنی بفهم که مثلا این وقت در کابل وقت چی است؟ وقت نماز شام است یا وقت نماز خفتن است، اینجا شروع کرده میری. از این خاطر این ادب موبایل است که انسان مسلمان چی کنه؟ جانب مقابله عذرش برش کنه. شاید مریض باشه، شاید یک جای باشه که بر از او اجازه جواب گفتن در موبایل نباشه. دیگه چی است؟ از آداب مسجد چی است؟ بند نمودن موبایل. از آداب موبایل چی است؟ که باید انسان وقتی که داخل مسجد میشه در دروازه مسجد موبایل خدا چی کنه؟ بسته بکنه. خصوصا در بعضی جایی که میریم سیگونی، در بسیاری جایی که میریم مثلا 1000 نفر شیشه یک دفعه صدای موبایل نمیاد. در بعضی جایی که میری، یک روز این مسجد بلوخشتی من نماز خواندم، یک نفر در این پالویم است
این مکمل 4 رکعت نماز دیگر ما یک خواندن بود، بی شیرین زیر گله امیر در موبایل خود مانده بود فقط خوانده میره، باز خوانده میره، باز خوانده میره. یار توبه ایم داد از نماز خواندن نه پول خشم، بلکه بسیاری وقتا ما تیر میشم میگم گوش که بازو کاکاگک برابر نشه که کل نماز در خواندن تیر میکنه. اول گذاشتن موسیقی در این موبایل، باز در مسجد وقتی که یک کسی سیر میخوره، رسول الله صلی الله علیه و آله گفته سیر خام بخوری، پیاز بخوری، نباید بیادبی بکنین در مسجد. باید آداب مسجد بفهمین. در مسجد باید اگر بوتکایت بوی میته، بسیاری وقتا سجده میکنی، در می جای سجده که سهل میکنی استفراغت میگیره. چرا؟ جانب مقابل چی کرده؟ جانب مقابل که بوتای گنده و پایای گنده خود داخل مسجد آمده. رسول الله صلی میگه سیره که خورد سیر خام و پیاز، اگر بوی سیر قدر بسیار زشت نیست، بعضی جا بدش میاد، بعضی جا بدش نمیاد، لکن میگه میره باید داخل مسجد نشی، پیاز نخوری، این پایش چیز نه. و این موبایل و زنگای موبایل که از تمام فکر و هوش و همه چیز انسان میبره. از این خاطر ادبی است که انسان مسلمان وقتی که در مسجد داخل میشه به خاطر احترام به مسجد، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که شاعر الله را، این مسجد شاعره از شاعر الله هست، قرآن شاعره از شاعر الله هست، احادیث شاعر از شاعر الله هستند، علمای اسلام شاعره از شاعر اسلام هستند. بسیاری کسا خوب خود دیندار میگیرن، باز وقتی که در تعظیم شاعر الله کامد در مسجد بسیار بی تفاوت است. بسیاری جوانا را سعی کنید که کالای خو خود در مسجد میان، که همون زیر پوشی خود داخل مسجد میان. این بسیار بیادبی بسیار بزرگ است که در مسجد در پشت سرش وقتی که نماز میخونی تمام عورت از این سیب کشف میشه. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در مسجد میرفتن عطر میزدن، لباسهای پاک میپوشیدن، خدا آراسته میکردن. چرا؟ نماز ملاقات است با خالق متعال. تو که در مقابل الله استاد میشی، اولین الله اکبر وقتی که میگی به الله نیاز میکنی، اللهم باعد بیننا و بین خطایانا، پروردگارا بینی و بین خطایای، در بین ما و در بین گناهام به الله گپ میزنی، نیاز میکنی. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. دیگه نهمیش چی است؟ مراعات. خب اشتمش چی است؟ بند نمودن موبایل در مجالس علم، مجالس اکابر. یار باور بکنین ما عزیز اینمی کسایی که در حلقات درس ما هست آنقدر از پیش از یا خسته میشیم، آنقدر خسته میشیم که در درس قرآن برشون تفسیر درس میدی، حدیث درس میدی، قرآن درس میدی، ترنگ 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 از اون صدای موبایل می، باز از دیگه می، باز خدا کپک کپک میکنه، آیات قرآن قطع میکنه، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله قطع میکنه و باز مبرایه، باز دو دقیقه باز اینجا میشینه، باز چند دقیقه باز قطع میکنه. بناهن در مجالسی که خصوصا مجالس علما و اتراک باشه، در مجالس درس باشه و تعلیم باشه، ادب موبایلی است که انسان موبایل خود قطع بکنه. حداقل در تلفنایی که بسیار ضروری باشه باز میتونه که تو حلقه درس قطع بکنی. یک وقت ما از صنف میبرم، یک صنفی ما نماینده صنفی یک افریقایی بود، ما رفتم ازش گفتم امروز ما یک جای کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفتم عندي شغل مهم. گفت الدرس هو الاهم. گفت کیف تترك الاهم بالمهم؟ اگه کار تو مهم از درس ازو کنه اهمیتش بیشتر است، تو چرا این درس چی میکنی؟ اینال بسیاری وقتا سعی کنین در خطبه تشویش، بسیاری وقتا خوب آمادگی میگیری که ما بریم در این مسجد یک خطبه بگویم، وقتی که سهل میکنی که یک نفر صاحب فاجعه کشیده میره یک 60 دفعه خدا آواز میکنه، دیگر سعی کنی که موبایلش 10 دفعه میاد، دیگر دفعه سعی کنی از دیگر خواندن میاد، آخر میگی چه قسم حالت است. خلاص دعا میکنی میگی بیادر برازی بانشان خودشان میفهمه و کارشان میفهمه. نهمش مراعات امانت مجلس است. حالا یک مجلس که است المجالس و امانه. مجالس چی است؟ امانت است. چه قسم است؟ ما که شما میخوایم گپ بزنم یا یک کسی هست برام زنگ بزنم، صدای موبایل باید پخش باشه، به خاطر یک کسی هست یک مشکل فامیلی داره و او رو بین تو و بین خود داره، نمیخوای که کل مجلس خبر شه. این صدای موبایل بلند میمانه، تمام گپای از را کلگی بلند بلند میشنوه، او بیچاره رسوای عام خاص میکنه. از این خاطر در مجالسی که عام است باید صدای موبایل پخش باشه، نه با صدای بلندگوی باید بزنی، به خاطر که مجالس چی میشه؟ مجالس چی است؟ اینال المجالس امانه. هر مجلس امانت است. حتی در موبایل که یک کس گپ میزنه، ما بسیاری وقتا یک کس
بسیار سوالای دقیق مربوط به فامیلش میشه، مربوط به خانمش میشه، مربوط به خواهرش میشه، مربوط به سرنوشتش میشه. این حال ما حق نداریم که گپ از بخیزیم بر کل مردم مثلا ایره رسوا کنیم و بیاب بکنیم و یا بلندگوی بلند بانیم یا یگان تا دیگه از در پالی چیشته بازه گوش خدمت بالا گرفته چی بساتون یک کسی خط نوشته میکرد دم خط خود این خط نوشته میکرد یکی دیگه خطش خوانده میرفت آخر دم خط خودش کرد که برادر عزیز اگر در پالی می یک آدم احمق نمی بود که ادب خط نوشته کردن یاد نمی داشت اگر می نمی بود ما بر توی یگان گپای خاصی داشتم که بگویم از این خاطر یک احمق بیشعور پالی مشیشته و از خاطر وی من احمق گفتی بیشعور گفتی از چی فهمیدی همین که خط کس دیگر ناقی خوانده میری نمی احمق بیشعور است. پس انسان باید در قسمت چی کنه. خب 11 ادب چی هست؟ 10 ادب مراعات حدود شرعی در فرستادن مسیج. حالا وقتی که ما شما یک مسیج یا یک پیام بر یک کس روان میکنیم در اینجا باید حدود شریعت الله را مراعات بکنیم. آیا اجازه میده شریعت الله؟ یک روز یک کسی بر من نوشته کرد که استاد چند دقیقه بعد برات یک حدیث میفرستم. من منتظر بودم که البته شاید کدام حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستم. چرا پیش ما و شما وقتی که میگه حدیث میفرستم در زبان دری ما و شما با عربی گپ نمیزنیم که بگیم حدیث در لغت سخن گفتن نمیگه. وقتی که میگه حدیث برات میفرستم میگه که حتما این کدام حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستم. چند دقیقه بعد سعی کردیم که یک دانه فکایی فرستم. این توهین است و تحقیر شعائر الله است. از این خاطر بسیاری کسا به خاطر توهین شعائر الله کافر میشن، از دایره دین خارج میشه. من برش گفتم برادر با اینمی کار تو توهین به مقدسات کردی، چرا حدیث از شعائر الله هست. بعضی کسا هست سر ملاها که بیکار شش سر ملاها فکایی گفته میره. ملا کی هست؟ از طرف میگی وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که علما ورثه الانبیا میگی خودت هم میگی به این قناعت داری باز که بیکار شش سر کی فکایی گفته میری؟ والا یک ملا سر تخم ششته بود، یک ملا نصرالدین اوت بود، مال فلانی بود. این اصلا مچم از کجای انگلیس ها اترا آوردن اینجا رواج دادن و تمام روز این فکایی ها را گفته میدیم. پس و لئن سألتهم الله متعال میگه اگر پیش از اینا با سوال بکنی از کسایی که کلمات کفری میگن، سر ملا فکایی میگن، سر عالم دین فکایی میگن، در مجلسشان رشخندی هست، سر آیات قرآن فکایی میگن، سر احادیث رشخندی میکنن، باز ولا ان سألتهم لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب. ما خود صاحب یک فکایی میگفتیم، یک مزاح میکردیم، یک تبخوشی میکردیم، میخواستیم یک صد شما خنده بکنین. الله متعال میگه که قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. شما بعد از ایمانتان کافر شدین. این حال بسیاری کسا هست که توسط این مسیج ها، توسط ارسال از این مسیج ها کافر میشن و بسیاری کسا هست وقتی که یک نفر یک سخن کفری را میگه بازی او را اوکی میکنن، بله راست گفتی، او رشخند میزنه سر اسلام، رشخند میزنه سر احکام شریعت اسلامی و این بازو را میگه که بله راست گفتی، بسیار خوبش گفتی، خوب کردی که این ملا را خوب توهین کردی، تحقیر کردی. این حال اینجا چی میشه؟ الله متعال چرا این شأن نزول الجایت شاید بر شما علما زیاد گفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله امرای صحابه از یکی از غزوات برمیگشتن، در یک جای شیشه بودن قرآن تلاوت میکردن. یکی از این جمله که خودم مسلمان هم میگرفت، خود صحابی هم میگرفت و میگفت که من دیندارم هستم. چرا؟ آمد برای صحابه، برای یک صحابی گفت قاری‌ها را میبینی که چون رسول الله صلی الله علیه و صحابه قرائت قرآن هم میکردن، تلاوت میکردن. در زبان عربی هر کسی که تلاوت قرآن میکنه او را قاری میگن. گفتی قاری ها را میبینی که قرآن قرائت میکنن، تلاوت میکنن، شکمای کته کته دارن و ترسو هستن و در جنگ در عقب هستن و در خوراک پیش هستن. این صحابی برش گفت که او منافق، تو سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سر رسول الله صلی الله علیه و سر از اونها گپ میزنی و توهین و تحقیر میکنی. تو باش که ما برم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و جریان برش بگویم که تو منافق ای گپا را زدی. این صحابی دیگه چی میگه؟ میگه هنوز اون صحابی از اون مکان تا اینجا پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم نامده بود که ملک وحی جبریل امین علیه السلام آمد سپاه این شد برای رضی فورا خدا رسان. میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ابلاغ کرده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم سر شتر خود سوار بود و امی شخص در چی در سر
از کمربند شطور رسول الله صلی الله علیه و محکم گرفته بود و حتی صحابی میگه پایایش جغله ها در زیر پای ازی چی میشد؟ در زیر پای ازی جغله ها میگه تا و بالا میشد و این صدا میکرد که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب. ما خو مذاق میکردیم، ما خو تبخوشی میکردیم، ما خو ساتیری میکردیم. و میگه و رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله سر شطور خود بود و دست خالی میکرد که بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. شما کافر شدین بعد از ایمانتان. پس حال بسیاری کسا را ببینی که در روز قیامت در صف ابو جهل و ابو لهب حشر شود. به خاطر چی؟ به خاطر که سر مقدسات توهین میکنن، سر اعتقادات توهین میکنن، سر بسیاری فکایی را در این موبایل ها ببینین که سر الله فکایی میگن، سر رسول الله صلی الله علیه و سلم فکایی میگن، سر علمای دین و سمبولای دین و سر ملا، حتی ایخو بیخی دسترخوان نانشان هستی کتشان بشینی فورا صاحب سر از یک پرزه و یک چیز میگن. بسیاری کساس ببینیم میگه که یک ملائکه صاحب در سر چیز شیشتم. احتیاط کنین، این بسیاری وقتا بعض موسفیدا زیاد تکرار میکنن و 2 مرتبه این موسفیدا کافر میشن. شما جوانا خود انشالله نمیگن، برای از ریش سفیدای محترمه که نمیفهمن تقاضا اینمی هست. مثلا چی میگن که در مجلسشان بشینی باز میگه صاحب دمی آسمان یک ملائکه هست. خب چی میکنه ملائکه؟ میگه در آسمان یک ملائکه است، این ملائکه در پیشش یک دول است. خوب دقت فکر بکنید، این منتظر هزی است که کدام عالم دین صدقه بده. چند قرن است که تا بال دول نزدن. هدفش چی هست؟ هدفش 2 توهین است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. در قلب از این تقوا نیست. اول توهین کی میکنه؟ توهین ملائکه معصومه میکنه. چرا ما و شما عقیده ما و شما چی است که ملائکه چی هستن؟ معصوم هستن. وقتی ملائکه معصوم است، اون ملائکه را ما تو حق نداریم که به گناه صغیره. این دول ای خو وسیله فاسقه و فاجره هست. ساز و دولچی و طبله و فلانی کتابای فقهی میگه که حتی از سازنده و دولچی و تراک است، میگه تا در محکمه شهادتش قبول نمیشه. خب تو چطور اینه به یک فاسق تشبیه میکنی؟ ملائکه معصومه. اگر امی عقیدهش باشه بالاخره حتی به سرحد کفر میرسه. دوم چی است؟ توهین از به علمای اسلام، که کسی که قرآن خوان، کسی که سنت خوان، کسی که فقه اسلامی رو خوان، کسی که دستار عالم دین بسته کرد، بازی اقب بخیل میشه که در 10 سال و 20 سال و چندین قرن است که تابالی این کار نشده. توهین علما یک سبب کفر و توهین ملائکه معصوم این سبب دیگه میشه. و این گپا صاحب باز در موبایل ها بسیار زیاد است. از این خاطر انسان مسلمان کوشش بکنه که در مسیج و نوشته کردن مسیج چی کنه؟ مسیجش باید ذکر الله باشه، موعظه باشه، دین باشه، گپ حق باشه. 11م چی است؟ نگهداری زبان از دروغ. در موبایل دروغ بیخی و بسیاری مردم عادی شده. الکاذب عدو الله، دروغگوی دشمن الله هست. و یک انسان دروغ میگه تا که پیش الله در جمله کاذبین و دروغ گویا نوشته میشه. از کجا میشه؟ خب بسیاری کسا فکر میکنه که وقتی در موبایل در پالیت شیشته روان هستیم، مثلا از کوتی سنگی در پیش سیلو رسیدیم و اون نفر برش زنگ میزنه و خوب ماشاءالله آدم دیندار هم هست و خوب ادعای ایمانداری هم میکنه. در موبایل برازو چی میگه؟ در کجا هستی؟ میگه صاحب من خود چی هستم؟ کارتینو. دروغ است. دروغ است. اگر در موبایل هم دروغ بگی ملائکه برات نوشته میکنه. از این خاطر ادب موبایل نمی هست که وقتی انسان که از گپ میزنه صادق و راستگوی باشه. تو کس از خانه نمیکشه. من صرف در فلانی جای هستم. و این اکثرا مردم ببینی. امیج از این پوانتون حرکت کنی، اگر تا دیم زنگ رسیده باشه، هر کسی که در موبایل میبره با سون سایلام میگه قرار لق سون سایل دارن. باز چی میگه؟ خار کیم. دقیقا پول خشتی سره. او کوکی پول خشتی خود دلتا نده وروره. پول خشتی خالت ده 1 کیلومتر پاتی ده. دام په دروغ کې حسابېږي. ته خو کاذب سې. اینال 12 تاکید صحت نمبر است. بعضی کس است همین نمبر تک زدن میره، متوجه نیست که من این مسیج برای کی روان میکنم یا برای کی زنگ میزنم. اول زنگ میزنم خوب یک 10 دفعه پرسانت میکنه که کی هستی؟ چی هستی؟ گفتم خال تو اصلا تو باید خودت معرفی کنی. زنگ خود شما زدی. نه کی هستی؟
نامت چی است؟ خوب یک 5 دقیقه 10 دقیقه گپ زده میره، باز بعد از او والا ببخشید من کس دیگه. از این خاطر ادب موبایلی است که انسان کسی را که کار داره تاکید عمود صحت نمبرش میکنه. 13 مراعات طبیعت جانب مقابل است. بعضی اوقات بعضی گپا هست شاید تو جوان هستی برای یک جوان دیگه یک مسیج روان میکنی، او با این مسیج تو خوشحال میشه، اما وقتی که تو برای یک عالم روان میکنی، برای یک ریش سفید روان میکنی، برای پدرت روان میکنی، برای ازیا روان میکنی، یگان تا بچه ها را بگوی که پیشری پدرت سیگرت میکشی، ها چرا نمیکشم، چطور پیشی پدرت سیگرت میره، حالا تانگ تیل خود نیست که در میگیره، خود سیگرت میزنم، سیگرت خود مردم پیش تانگ تیل نمیکشه. این حال وقتی که انسان که هست، وقتی بعضی گپایی که هست تو جوان هستی برای از جوان دیگه گپ گفته میتونی، اما این درست نیست برای هر کس بگویی. یک گپ مثلا برای فامیل خود، برای خانم خود گفته میتونی، اما با یک دختر نامحرم گفته نمیتونی، برای یک زن نامحرم گفته نمیتونی. یک گپ خودت میتونی مثلا به یک عضو خانوادیت بگویی، اما این را عام برای مردم گفته نمیتونی. از این خاطر انسان مسلمانی است، از آداب موبایل امی است که طبیعت جانب مقابل خود بفهمه که کی هست وقتی که من برای این گپ میزنم چه قسم سخنایی را میگم. 14 است که وقتی انکار و نهی از منکر نمودن، وقتی که یک منکری را کسی برات روان میکنه فوراً باید برای او بفهمانی که برادر این منکر است، این ناروا است، این حرام است. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. شما ببینید اینجا الله متعال میگه لا تأمرن، تأمرو تو امر میکنی، لام که هست لا تأمرن، اینا لجی چی میشه؟ لام تأکید است و 2 تا نون در آخر است، نون ثقیله هست، یعنی 3 دفعه است که حتما باید شما امر به چی بکنین؟ و معروف بکنین. ولا تنهون عن المنکر، حتما امی قسم که امر بالمعروف میکنی نهی از منکر بکنی. لام توکید است، تنها ولا تنهون، لام توکید اول یک دفعه توکید در زبان عربی هم یک حرف معنای یک کلمه را میده. لام حتما، نون حتما، نون دیگه 2 تا نون است دیگه، یعنی حتما باید نهی از منکر بکنید. اینا اگه کس بر تو مسیج روان میکنه و تو خود دیندارم میگی و نمازخوانم میگی و سر از او انکار نمیکنی، پس برش نمیگی کار غلطه کردی، در حقیقت او را تایید کردی و او را تشویق کردی و خودت هم در حرام داخل میشی. 15 چی است؟ مراعات ادب مجالس علمی و بزرگان. وقتی که انسان در یک مجلس علمی میشینه، در یک درسی از قرآن است، در یک درسی از سنت است، در یک مجلس است که بزرگاش است، در اینجا بعضی کسا رسائل کنی که موبایلش چالان است و اونجا مثلا در موبایل خود مشغول است، اینجا این ادب نیست. حتی ذهن از او چی میکنه؟ ذهن از او خراب میکنه و زنگای رنگارنگ از میه. و 16 ادب چی است؟ حفظ حرمت مساجد و اماکنی که انسان مثلا جای عبادت است. وقتی در مسجد انسان میه، مسجد شرایط و احکام خاص خود داره. مسجد چرا بیت من بیوت الله میگن؟ میگه خانه الله است، به خاطر که الله ایره شرف داده. وقتی که در مسجد شرف الله برش داده، عزت داده، عبادت عزیز، از این خاطر انسان باید همین حرمت مساجد حفظ بکنه و از موبایل هایی که در بین از او زنگا هست و خواندنا هست و یا هست از یا مثلا بسیار ادب چی است که باید از این مراعات مساجد شه. و عبدهمش مراعات حالت مردم در شفاخانه و موترا هست. بعضی اوقات یک کسی در شفاخانه هست مریض است و یک کسی رو ببینی که چیخ زدن میره دیگه، هم تو گپ زدن میره، باز تک باز میره، باز گپ زدن میره. بعضی اوقات در یگان موتر میشینی در پشت سرت یک نفر شیشته از همینجا تا شار که میری مغزایت در میده. برادر وقتی که تو یک مجلس شیشتی گپ زدن میری و چیخ زدن میری و فکر میکنه که از اینجا این فکر میکنه که خدام از اینجا در کدام در قاری انتراکتیکایی گپ میزنه، یک چیغای زدن میره، یک گپای چیز و بالاخره تمام مسائل شخصی خانوادگی و فامیلی از این خاطر در پیش شفاخانه، در مثلا در موتر، در جای دیگه کس یار چیز میکنن. موضوع ضررها و امور ناجایز در استعمال موبایل است که ان شاء الله تعالی اگر کدام خطبه دیگه وقت فرصت بده ان شاء الله هفته آینده سرش بحث میکنیم. اقول قولی هذا و استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.